تنها امامی که 6 ماهه به دنیا اومد و روز ولادتش پدر، مادر و جدشون بریشون گریه کرد. تنها امامی که در زمان حیاتشون پدر 2 شهید یعنی علی اکبر و علی اصغر شدن. تنها امامی که 40 یعنی 40 و زیارت 40 دارن. تنها امامی که قبر مطهرشون 10 بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری ازش باقی نمونه ولی همچنان پابرجاست. تنها امامی که بدون غسل و کفن دفن شد. تنها امامی که در جنگ شهید شدن، اون هم با هزاران تیر و نیزه و شمشیر و سنگ که در آخر هم سر مبارکشون از بدن جدا شد. تنها امامی که بعد از شهادتش خانوادش اسیر شدن. تنها امامی که در ماه تولدش هیچ شهادتی نیست و در ماه شهادتش هیچ تولدی. تنها امامی که خوردن خاک قبرش هیچ اشکالی نداره و دعا تحت قبه ایشون مستجاب. تنها امامی که امام زمان شبانه روز حداقل 2 مرتبه بر او گریه میکنه و تنها امامی که گفتن کشتی نجات و خوب و بد رو یکجا میخره. بله، اون حسین ماست.